آشنایی با وظایف و مهارت‌های تکنسین دواخانه. مقدمه. سلام به شما همراهان کانال آموزشی فارماتک. با آرزوی سلامتی شما دوستان عزیز، بنده دکتر هارون انوری هستم و در خدمت شما قرار دارم. امروز با شما هستیم تا به دنیای جذاب تکنسین‌های دواخانه یا افرادی که در یک دواخانه مشغول به کار و فعالیت هستند نگاهی بیاندازیم. آیا می‌دانید که تکنسین‌های دواخانه چه نقش مهمی در سیستم صحت و تداوی دارند؟ بیایید با هم به بررسی وظایف و مهارت‌های این حرفه بپردازیم. اگر به دنبال یادگیری مهارت‌های جدید و بروز در زمینه تکنسین دواخانه هستید، حتما کانال ما را سابسکرایب کنید. در این کانال ویدیوهای آموزشی مفیدی درباره تکنیک‌ها، نکات مهم کار در دواخانه ارائه می‌دهیم که به شما کمک می‌کند تا در حرفتان موفق‌تر باشید. با سابسکرایب کردن به جمع خانواده ما بپیوندید و از آخرین ویدیوها و محتوای آموزشی بهره مند شوید. همچنین با زدن زنگوله هیچ ویدئویی را از دست نخواهید داد. با حمایت شما می توانیم محتوای بهتری تولید کنیم و به یکدیگر در این مسیر یادگیری کمک کنیم. بیایید با هم به بررسی وظایف و مهارت‌های این حرفه بپردازیم. یک، وظایف اصلی تکنسین دواخانه. تکنسین‌های دواخانه مسئولیت‌های متعددی دارند. از جمله این وظایف میتوان به آماده سازی و توزیع دوا و محصولات صحی به مریضان و مراجعین یک دواخانه، مشاوره به مریضان و مدیریت موجودی دواهای دواخانه اشاره کرد. اصولاً تکنسین به کسی یا فردی گفته می شود که با استفاده از آموزش‌ها و مهارت‌هایی که در یک دواخانه لازم است، امورات دواخانه را به پیش ببرد. دو، مهارت‌های لازم. برای موفقیت در این حرفه، تکنسین‌ها باید مهارت‌های ارتباط برقرار کردن را داشته باشند و با انواع ادویه و عوارض جانبی آنها آشنا باشند. همچنین توانایی کار با نرم افزارهای دوایی نیز از اهمیت بیشه‌ای برخوردار است. 3. آموزش و تجربه عملی. آموزش‌های رسمی و تجربه عملی در دواخانه تحت نظارت فارماسیست به تکنسین‌ها کمک می‌کند تا مهارت‌های لازم را کسب کنند و همیشه آگاه و آماده بمانند. نتیجه گیری. در نهایت، تکنسین‌های دواخانه با دانش و مهارت‌های خود نقش حیاتی در بهبود کیفیت خدمات صحی ایفا می‌کنند. اگر به این حرفه علاقه‌مند هستید، حتما همیشه همراه کانال ما باشید. در آینده به طور مفصل تمامی موضوعات و مواردی که یک فرد چگونه میتواند یک تکنسین عالی و مجرب شود را آموزش خواهیم داد. سپاس از اینکه همراه همیشگی ما هستید. فراموش نکنید که ویدیو را لایک کنید و نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید.